خب درود بچه‌ها، دوباره من اومدم و دوستمونم تو راه داره میاد با یه قارچ دیگه. ببینید خودتون دیگه، بهش میگن هالیمارش. طبق معمول من به فارسی رو نمیدونم، این اسم آلمانیشه. این قارچ بسیار قارچ خوشمزه ای هست اول که بگم، و بسیار قارچ خیلی سختیه خوردنش. خیلی سخته که یعنی این قارچ این توانو داره که تو بندازش توی دمای آب جوش 100 درجه نیم ساعت توی آب بجوشه و درش بری و دوباره بریزی توی آب جوش نیم ساعت دوباره بجوشه و درش بری و همینجوری سالم باشه و بافتش از دست نده. بعد این قارچ همه جا در میاد، 7-8 مدل داره، رنگ و رنگه. یه سری رنگاش هستن که نزدیک اصلا نمیدونم. این بهش میگن دونکل هالیمارش. هالیمارش در واقع یه مقدار تیره مثلا به ترجمه فارسی، که جوونیاش اینجوریه بچه. اون جوونیاش به این شکله، ساقاش ببین به شدت ساقای کلفتی داره که حالت رو به پایین کشیده شدن و معمولا هم همه قوس دارن. نگاه کنن همشون قوس دارن و به صورت گله‌ای پاستاروار رشد میکنن، یعنی خیلی بد شیخوار. دوستان میگه به شیخ‌ها توهین نکن و درست هم میگه، یعنی به قارچ‌ها توهین نکن، به شیخ‌ها توهین بکن ولی حرمت قارچ‌ها رو زیر سوال نبر، چون اونا خیلی کثیف‌تر از این حرفان. در هر صورت این قارچ خوراکیه و روش مصرفش همینطوری گفتم باید بندازیش توی آب، یعنی یه ساعت بجوشونیش. تو این یک ساعتی داری میجوشونیش باید 2-3 بار آب عوض بکنی، چون نرمال باید سمیه ولی سمش اونقدر چیز نیست که بخواد اذیت بکنه. برای یه سری افرادی که معدهشون یه مقدار مشکل داره توصیه نمیشه مصرفش بکنن، میتونه دچار درد معده خفیف بشن، ولی که اگر به این سبکی گفتم مصرفش بکنید خیلی قارچ خوشمزه، خیلی خیلی خوشمزه است. توی رستوران‌های آلمان سرو میشه. بعد اینکه من الان اومدم اینجا توی جنگلی که جزو ناتورشوس که بیت هست و نمیتونم جمع بکنم، یعنی اجازهش ندارم که جریمه میشه اگه جمع بکنم، ولی که اینکه خیلی قارچ‌های متنوع اینجا زیاد داره، به خاطر اینکه این جنگل حداقل دست نخورده است و کسی نمیذارن بیاد توش که مثلا قارچ جمع بکنه یا نمیدونم درخت‌ها رو خراب بکنه یا هر چیزی استخراج بکنه. به خاطر همین انواع بیشتری از قارچ‌ها رو اینجا میشه یافت کرد. در هر صورت امیدوارم براتون مفید باشه. اسم فارسی رو در آوردم، مطمئنا می‌نویسم و میذارم، و اینکه یه دونشان در نهایت میکنم که برای توضیح شما بتونید ببینید که چجوریه برای تشخیصش. همیشه این چیزش چسبیده بهش، چی بهش میگن به فارسی؟ حالا این دایره‌ای که زیر لاملاش چی میشه به فارسی؟ ببین همیشه هاگدان، آره یه چیزی همین مایا. این هاگدانا در واقع نمیدونم آره درست میمونم، همیشه چسبیده به شتیل به در واقع پایه قارچ، و پایه قارچ حالت اینجوری چیز داره از ریشه که در میاری. بعد یه چیزی توی قارچ‌ها هست بچه‌ها خیلی مهمه، اگه قارچ جمع کردن میرین احیانا قارچی که این شما از زمین درش میاری، خب از زمین درش میاری، بعد شما باید جای این قارچ رو با دست بپوشونی تا بتونه اون قارچ به تکثیر خودش زیر زمین ادامه بده و دوباره رشد بکنه. چون شما اگه همینجوری قارچ از زمین در بیاری و استفاده خودت رو ببری، مسلماً هوا میخوره و اون زمین بقیه قارچ‌ها میمیرن و این پروسه قارچ به فاک میره. به خاطر همین خیلی مهمه اونایی که میرن جنگل قارچ جمع میکنن به این نکته خیلی دقت بکنن و قارچی رو که جمع میکنن در واقع جاشو دوباره ببندن. من چاقوم اگه آورده باشم که آوردم، نه که نیاوردم چه آوردم. در اصل میخواستم اینو بشکافم که از وسطش ببینید. یک همینجور توضیح میدم، حالت سبز فرم قهوه‌ای چم ولی که رنگ یه مقدار زرد، مرسی، یه مقدار زرد داره، ولی که این هاگداناش در واقع سفید شیری رنگ یکم به کرم میزنه، یه ذره حالت پینگ صورتی فرم هم توش دیده میشه، نه توی هاگدانا بلکه روی ساقه قارچ. بعد همیشه برای شناسایی قارچ باید شما ساقه رو از وسط نصف بکنی،
که تو حداقل تو قارچ‌های سمی بتونی اینو تشخیص بدی که آیا این قارچ سمی یا نه. قارچی که سمی باشه وقتی که شما اینو از وسط نصف میکنی به سرعت اگه قارچ سمی باشه وقتی که شما ساقه از وسط نصف میکنی، ساقه به سرعت میزنه رنگش به سبزی و زردی، یعنی اون نشونه سم بسیار بالایی توی قارچه. و اگر شما قارچ رو اینجوری امتحان کردید که این اتفاقش افتاد، توصیه میکنم تحت شرایط استفادهش نکنید، حتی اگر کسی استفاده کرده بوده و به شما گفته که چیزه. مطمئناً بیشتر قارچ‌هایی که شما از وسط پایش رو میبری و چی میگن انفلات شیمیایی توش رخ میده دوباره یا هر چیز، اون سمش میزنه بیرون و رنگ ساقه از سفیدی به سبز مایل به زرد برمیگرده و اون قارچ یعنی قارچ سمی و شما نباید بخورید. ولی در هر صورت این قارچ به شدت خوشمزه است، بهتون توصیه میکنم بخوریدش. ولی که همطور که گفتم اگر قارچ رو در زمین حتما روشو بپوشید تا بتونن دوباره رشد بکنن. پایدار پیروز باشید.